بنهادم آسمان که بنهادم سر به پای آزادی دست خود به جان شستم دست خود به جان شستم از برای آزادی کامگر به دستارم کامگر به دستارم دامن وصالش را می‌دوم به پای سر می‌دوم به پای سر در قفای آزادی در محیط طوفان‌زا در محیط طوفان‌زا ماهران در جنگ است ناخدای استبداد ماهران در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی با خدای آزادی با خدای آزادی دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی میتوان تو را گفتن پیشوای آزادی پرواز، آفتاب و نسیم و پرنده را می دانم و صفای دلاویز دشت را. اما من در این میان پرواز لحظه ها را افسوس می خورم. پرواز این پرنده بی بازگشت را. شنوندگان عزیز و همراهان رادیو طلوع، سلام و وقت شما بخیر. طبق روال هر یک شنبه برنامه زنده رادیو طلوع از ساعت 13 تا 14:30 به مدت 90 دقیقه از طول موج FM ردیف 106.3 و همچنین از طریق وبسایت www.gnf.nu پخش شده و حضورتان تقدیم می شود. همچنین می توانید به تکرار آن در روزهای سه‌شنبه از ساعت 16 تا 17:03 روی موج FM با فرکانس 102.6 گوش فرا دهید. پس از پایان بخش زنده از ساعت 14:30 تا 20 برنامه ضبط شده این هفته طبق روال معمول پخش خواهد شد. در برنامه امروز ابتدا ما مطلبی داریم به مناسبت روز جهانی کارگر و نامه زندانیان سیاسی هواداران مجاهدین در زندان قزلحصار. به دنبال آن مطلبی داریم در مورد انفجار بندر عباس
و همچنین به مناسبت 10مین سالگرد خاموشی هنرمند مبارز و آزادیخواه زنده یاد منوچهر سخایی به گرامی داشته یاد این هنرمند متعهد خواهیم پرداخت. و در ادامه شما را دعوت به شنیدن گفتگویمان با میهمان گرامی برنامه آقای حسن حبیبی جلب می‌کنیم. با چه آلترناتیو هایی برپای یک ایران دموکراتیک ممکن است؟ سلطنت یا یک جمهوری دموکراتیک؟ در طول برنامه می توانید با پرسش ها، پیشنهادات و دیدگاه های خود ما را همراهی کنید و از طریق شماره تلفن های 031 335 1251 و 031 335 1252 با ما در ارتباط باشید. در اینجا ابتدا توجه شما را به اطلاعیه زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر جلب می‌کنیم. نامه جمعی از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین در زندان قزل‌سال به مناسبت روز جهانی کارگر. با گرامی داشته اول ماه می روز جهانی کارگر لختی درنگ کنیم و از کارگران مظلوم، مقتول و مدفون در معادن و کارگران سوخته در آتش انفجارهای انبارهای سپاه در بندرعباس و کارگران قربانی نقایص ایمنی و خانواده‌های کارگری گرفتار فقر و بیماری و مرگ تدریجی یاد کنیم. سالیان سال در رژیم‌های دیکتاتوری شاه و شیخ کارگران مطالبه‌گر سرکوب شده و به رگبار بسته شدند. در میهن مصیبت زده ما قدرت خرید مزد بگیران در 40 و چند سال گذشته پیوسته و بیوقفه رو به کاهش داشته است. و فرقی نمی کند که این مزد بگیر کارگر کارخانه یا کارگر آزاد، معلم، پرستار، کارمند، استاد دانشگاه، پزشک استخدامی بیمارستان دولتی باشد. جز مشتی دزد و راندخوار و نور چشمی و اختلاسگر و دلال اکثریت جامعه زیر خط فقر هستند. اکنون بر همگان آشکار است که نهادهای حکومتی به خصوص سپاه و بنیادهای غارت و چپاول و باندهای انحصاری واردات و صادرات و قاچاق مسبب این اوضاع‌اند. در رأس همه آنها خامنه‌ای جنایتکار و دولت مواجب بگیرش هر شب توطئه‌ای می‌کنند که با چه ترفندی جیب عامه مردم را بزنند و به تازگی هم به اندوخته مختصر روز مبادای خانواده ها چشم دوخته و نقشه کشیدند که بیایید تا پسندازهایتان را تحت نظارت دولت برایتان سرمایه گذاری کنیم. زهی وقاحت و بیشرمی. داستان بورس را هم فراموش نکرده ایم. این رژیم دجال هیچ قرابت و سنخیتی با کارگر و کار و حقوق حقیقی مردم نداشته، بلکه دشمن آنهاست. بیکاری را عاملاً و عامداً رواج می‌دهد. ارزانترین و بی‌ارزش‌ترین کالا در این کشور نیروی کار است. برای نمونه از قیمت تمام شده یک مسکن تنها 15% آن مزد کارگر و بنا و تکنسین است. مابقی خرج زمین و مصالح و تأسیسات می شود. آخر کجای دنیا چنین است؟ تنها راه پیش پای اقشار مختلف مردممان از کارگر، معلم، پرستار تا بازنشستگان که اکنون صدای فریادشان هر روز در کوچه و خیابانها به گوش می رسد، قیام علیه ستم و ستمگری و ریشه‌کنی این رژیم جنایتکار است. فریاد هر کارگر، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. جمعی از زندانیان هوادار مجاهدین خلق، زندان قزل‌حصار، 10 اردیبهشت 1404. در رابطه با روز جهانی کارگر همچنین ما اطلاعی داریم از سوی سندیکای کارگران ایتالیا که من این اطلاعی را بعد از پخش موزیک کوتاهی به اطلاع شما میرسونم. کنفدراسیون سراسری ایتالیا برای کار با بیش از 5 میلیون عضو و اتحادیه کارگری کار UEL
با بیش از 2 میلیون عضو با کارگران ایرانی به مناسبت روز جهانی کارگر ابراز همبستگی کرده و در اطلاعیه خود چنین نوشتند: حکومت ایران از همان دوران حکومت ستمگر پهلوی و دیکتاتوری شاه تا کنون که دیکتاتوری آخوندهای حاکم است، هیچ یک از مصوبات سازمان بین‌المللی کار را اجرا نمی کند. کارگران ایران همواره در دیکتاتوری شاه و اکنون در این دوران دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران مورد ظلم و ستم قرار داشتند. در رابطه با روز جهانی کارگر ما شاهد تظاهرات و برپایی تظاهرات و تجمعاتی در کشورهای مختلف از سوی هواداران سازمان مجاهدین خلق بودیم. از جمله شهرهایی که این تظاهرات توش به اصطلاح انجام گرفته میشه از سیدنی و استکهلم، هامبورگ، بروکسل، کلن، آرهوس، هامبورگ، مادرید، اسلو، کوپنهاگ، ژنو و یوتوبوری نام برد. در این قسمت برنامه ما توجه شما را به گزارش کوتاهی از آکسیون و تظاهرات هواداران مقاومت در شهر یوتوبوری جلب می‌کنیم. محل قتل کارگر، همبندر محل قتل کارگر، کارگر درود بر عزم تو، سلام بر رزم تو. کارگر درود بر عزم تو، سلام بر رزم تو. فریاد هر ایرانی آزادی، فریاد هر ایرانی آزادی. کارگر بیداره، از شاه و شیخ بیزاره. کارگر بیداره، از شاه و شیخ بیزاره. زن، مقاومت، آزادی. شورش، عصیان، پیروزی. زن، مقاومت، آزادی. شورش، عصیان، پیروزی. مرد هست ولایت فقیه، قانون‌های شورشی. مرد هست ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. نسلطنت در رهبری، دموکراسی برابری. نسلطنت در رهبری، دموکراسی برابری. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطلبی که در مورد انفجار مهیب بندر عباس هست به اطلاعتون برسونم، توجه شما رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنیم. دوباره بوف کور شب پرست، از اشتیاق کوچه ترسیده. سحر تو راه چشماتو نبند، کی بود میگفت کی خورشیدو دیده. آهای همه عاشقای نور، هر کی خورشیدو میخواد پاشه دنبالم بیا. دیگه راهی نمونده تا صبح فردا، هر کی خورشیدو میخواد پاشه دنبالم بیا. هر کی خورشیدو میخواد بیا. هر کی خورشیدو میخواد بیا. خورشیدو میخواد. آهای همه عاشقای نور، هر کی خورشیدو میخواد پاشه دنبالم بیا. دیگه راهی نمونده تا صبح فردا، هر کی خورشیدو میخواد پاشه دنبالم بیا. هر کی خورشیدو میخواد بیا. سکوت سایه های بیرمق، حدیث
تلخ جون سپردنه، ولی بدون که جاده روشنه. ستاره میگه وقت رفتنه. آهای همه عاشقای، هر کی خورشیدو میخواد باشه دنبالم بیاد. دیگه راهی نمونده تا صبح فردا. هر کی خورشیدو میخواد باشه دنبالم بیاد. دیگه راهی نمونده تا صبح فردا. هر کی خورشیدو میخواد باشه دنبالم بیاد. هر کی خورشیدو میخواد بیاد. چگونه بندرعباس در آتش سوخت و چرا سپاه در قلب ماجرا است؟ در پی انفجار مهیب در بندر رجایی بندرعباس، گمانه‌زنی‌ها درباره پنهانکاری گسترده توسط رژیم ایران افزایش یافته است. فاکس نیوز در گزارشی که روز 10 اردیبهشت منتشر کرد نوشت: رژیم ایران به طور جدی مظنون به تلاش برای پنهان کردن ابعاد واقعی این فاجعه مرگبار است. انفجاری که لرزه‌های آن نه تنها اسکله و زیرساخت‌های بندری را در هم کوبید، بلکه چهره امنیتی ترین بندر ایران را به لرزه درآورد. رژیم ایران تعداد کشته شدگان بندرعباس را تنها 70 نفر و شمار مجروحان را حدود 1200 نفر اعلام کرد. اما منابع نزدیک به اپوزیسیون ایرانی و به ویژه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت میگویند که رقم واقعی بسیار بالاتر از این ادعاست. بنابراین گزارش‌ها تعداد واقعی قربانیان می‌تواند به بیش از 250 کشته و 1500 مجروح برسد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، در واکنش به این حادثه اعلام کرد که تعداد واقعی کشته شدگان چندین برابر بیشتر از گزارش‌های رسمی است. او همچنین تاکید کرد که نیروهای سپاه پاسداران و اطلاعات به جای امداد رسانی عمدتاً درگیر پنهانکاری، پاکسازی آثار انفجار و جلوگیری از افشای واقعیت بودند و به ویژه تلاش برای سرپوش گذاشتن بر وجود محموله‌های سوخت جامد موشکی که ظاهراً عامل اصلی انفجار بودند در دستور کار این نهادهای امنیتی و نظامی قرار داشته است. انفجار زمانی رخ داد که یک محموله حساس حاوی پرکلورات سدیم، ماده‌ای کلیدی در ساخت سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک، در جریان تخلیه یا جابجایی دچار اشتعال شد. این ماده یکی از ترکیبات شناخته شده در صنایع موشکی است که تحت کنترل بین‌المللی قرار دارد. این فاجعه در شامگاه روز دوشنبه 10 اردیبهشت 1404 برابر با 29 آوریل 2025 در یکی از اسکله‌های صنعتی بندر رجایی، مهمترین بندر تجاری ایران واقع در بندرعباس رخ داد. این بندر از مراکز استراتژیک سپاه پاسداران برای انتقال تجهیزات نظامی از جمله شیمیایی موشکی محسوب می شود. از جمله مواد شیمیایی موشکی محسوب می شود. شواهد منتشر شده از سوی منابع مقاومت ایران و فعالان محلی حاکی است که منطقه‌ای که انفجار در آن رخ داده تحت کنترل مستقیم یگانهای نیروی دریایی سپاه بوده است. انتقال پرخطر مواد پیشران موشکی در چنین منطقه‌ای بدون رعایت پروتکل‌های ایمنی انفجاری مهیب را رقم زد که سپاه بلافاصله آن را در حلقه‌ای از سانسور نظامی و امنیتی پنهان کرد. نقش پررنگ سپاه در نگهداری، انتقال و پنهانسازی سوخت موشکی این حادثه را از یک اشتباه فنی به یک رسوایی بزرگ امنیتی برای رژیم ایران تبدیل کرده است.
سانسور خبری، عدم اعلام جزئیات فنی، تهدید پرسنل بیمارستان‌ها برای سکوت و جلوگیری از ثبت آزادانه تصاویر توسط مردم بخشی از سیاست‌های امنیتی پس از انفجار بود. این فاجعه نه تنها شکاف بین واقعیت و روایت رسمی رژیم را بار دیگر نمایان ساخت، بلکه ضعف ساختاری در امنیت و کنترل مواد خطرناک را در یکی از حساس‌ترین مناطق نظامی کشور برملا کرد. در حالی که جان صدها نفر از مردم و کارگران در آتش این بیکفایتی سوخت، مقامات همچنان تلاش دارند با سکوت و تحریف واقعیت از پاسخگویی تفره روند. نگاه کن که غم درون دیده‌ام، نگاه کن که غم درون دیده‌ام، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. تو آمدی ز دورها، ز سرزمین ابرها، ز سرزمین نورها. نشاندهی مرا به زورقی ز آجها، ز ابرها و نورها. نشاندهی مرا به زورقی ز آجها، ز ابرها و نورها. سال پیش در چنین روزی نغمه‌خوان جاودان آزادی، منوچهر سخایی، هنرمند خوشنام
و مردمی چشم از جهان فرو بست. او نه تنها خواننده محبوب بلکه هنرمندی چند بعدی بود، از خوانندگی و ترانه‌سرایی تا نوازندگی، بازیگری و پژوهش در موسیقی. میدونم قدر انا داری، چشمای زیبا داری، خیلی تماشا داری. تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. تا سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه. عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. ترانه‌های منوچهر سخایی آمیزه‌ای بودند از اصالت موسیقی سنتی ایران و نوآوری‌های پاپ. برخلاف بسیاری از همدوره‌هایش با ردیف‌ها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی آشنا بود و ستار را نزد استاد احمد عبادی فرا گرفت. استاد محمد شجریان درباره‌اش گفته بود: در دانشسرا بودم که منوچهر سخایی یک ابوعبتا خواند که من خیلی خوشم آمد و بعدها آن را بارها خواندم. او همچنین بازیگر چند فیلم سینمایی بود و مدتی به روزنامه نگاری نیز پرداخت. در امریکا با همکاری موسیقیدانانی چون عزیز شعبانی پژوهش‌های ارزشمندی درباره سیر تحول موسیقی ایران انجام داد. اما بخشی از زندگی منوچهر سخایی که گاه در سایه شهرت هنریش قرار می‌گیرد ولی همواره در یاد و خاطره یاران مقاومت زنده است، نقش فعال و مستمر او در مبارزه با رژیم ارتجاعی آخوندی و همراهیش با شورای ملی مقاومت ایران است. با استقرار حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادی، منوچهر سخایی راه تبعید و مقاومت را برگزید. یاد و نام برادر شهیدش سرگرد محمود سخایی الهام بخش راه آزادخواهی او بود. سرگرد محمد سخایی رئیس شهربانی کرمان و از یاران دکتر محمد مصدق بود که در جریان کودتای ننگین 28 مرداد توسط ایادی شاه به طرز فجیع به قتل رسید و مسله شد. ترانه پرستو را به یاد او و به درخواست مادر داغدارش منوچهر سخایی اجرا کرد. ترانه‌ای که اشک را در چشم بسیاری از تبعیدیان و مبارزان راه آزادی نشاند. پرستوی شدی پر پر زنان رفته به سرای بینام نشان رفته. به من میگن حریفانا یار و آسمان رفته. گلام بودی کجا رفتی؟ تو که جان و دلم بودی چرا رفتی؟ در سالهای تبعید از فضای مبتذل موسیقی لس آنجلس فاصله گرفت، سکوت هنری را بر ابتذال ترجیح داد و تمام قد در صفوف مقاومت ملی ایران ایستاد. او نه فقط در سخن بلکه در عمل نیز با شورای ملی مقاومت ایران همکاری می‌کرد و عضوی از آن شورا بود. در کنسرت‌های مقاومت در کنار هنرمندانی چون عمادرام هنرش را به خدمت آرمان آزادی ایران درآورد. وی در جایی گفته: اگر قرار باشد به خاطر آواز خواندن به این ابتذال تن بدهم، سکوت خواهم کرد.
سخایی تا واپسین روزهای عمرش با تمام وجود برای آزادی ایران خواند، نوشت و ایستادگی کرد. از صدای او، از ستارش و از نگاهش همیشه بوی ایران آزاد می آمد. یادش گرامی، صدایش جاودان و راهش الهام بخش نسل‌های آینده خواهد ماند. دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که به اطلاعتون برسونیم مهمان عزیز ما آقای حسن حبیبی رو در ارتباط مستقیم با رادیو داریم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حبیبی. خیلی متشکرم که میدونم با وجود تمام گرفتاری ها و ضیق وقت برای بار دوم به ما این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشیم. خیلی خوش آمدید. منم سلام دارم خدمتتون. سلام میکنم به همه کسی که صدای ما رو میشنون. حوصله میکنن به جای همه چیزی که روز یه شنبه آدم میتونه داشته باشه بشینن به یک بحث سیاسی گوش بدن. از شما هم تشکر میکنم که امکان رو فراهم کردید که بشه به هر حال رسانه آزادی وجود داشته باشه که بشه صحبت کرد و تبادل نظر کرد و آرزوم این هستش که دوستانی که صدای ما رو میشنون هم در این گفتگو شرکت کنند به صورت سوال یا ابراز نظر و در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خیلی ممنون. منم همینجا باز اضافه میکنم خیلی خوشحال میشیم که شنوندگان ما در طول این مصاحبه با آقای حبیبی سوالی دارن حتما مطرح کنن. شماره تلفن‌های رادیو رو من بار دیگه اعلام میکنم: 031 335 12 51 و 52 گویا خط 51 ما که با شما اشغال هست و خط 52 رو دوستان میتونن بگیرن. آقای حبیبی، ما امروز برنامه‌مون رو به این اختصاص دادیم که چون الان بحث روز خیلی از این ما ایرانی‌ها هست به هر حال که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته. موضوع بحث ما امروز اینه که برای برپایی یک ایران دموکراتیک با چه آلترناتیوهایی ما میتونیم در واقع این امکان به وجود بیاریم، سلطنت یا جمهوری دموکراتیک؟ خوشحال میشم که نظرتون بشنوم و بخوام مشخص‌تر سوال کنم. سوال اولم رو اینطور مطرح میکنم که چرا سلطنت پاسخگوی نیازهای یک ایران دموکراتیک نیست و آیا اصولا نظام سلطنتی میتونه آزادی سیاسی و اجتماعی رو تضمین کنه؟ خواهش میکنم. بله، ببینید همه صحبت در همین سوال جمله آخر شماست. آیا نظام سلطنتی، ساختار سلطنتی میتونه آزادی‌های دموکراتیک رو
فراهم بکنه در یک جامعه. یه مقدار برای اینکه بیم روی زمین این کلمه سلطنت رو یک لباس تنش کنیم. منظور از سلطان یا نظام سلطنتی اگر که یک چیزی هستش که مثلا شاخصش در فرانسه فرض کنید که لویی 14 یا مثلا هانری ها یا این پادشاهی اینجوری بودن یا ناپلئون یه مدتی، ناپلئون سوم منظورمه، یا فرض کنید در ایران نادرشاه منظور ماست، یا ناصرالدین شاه، یا منظورمون این پادشاه امروز انگلیسه. ببینید چون همه اینا یعنی شاه دیگه، همه اینا شاهن، همه اینا هم هر کی با حرف بزنی فوری میگن که سلطنت اینا، یا اینکه رضا شاه. ببین اینا همه ویژگی‌های کاملا متفاوتی دارن. یعنی اینا واقعیت هایی هستن که بشر تاریخ ما باشون روبرو شده، دیده، عملکردشون رو دیده و همشون با هم متفاوتن. وقتی صحبت از لویی 16 میکنیم ما با یک آدم کاملا متفاوتی سر و کار داریم تا مثلا ناپلئون سوم، یا وقتی که با از نادرشاه صحبت میکنیم با یک آدمی کاملا متفاوت سر و کار داریم تا ناصرالدین شاه و تأثیری که بر جامعه گذاشته، بر سرنوشت ملت ما گذاشته. و وقتی صحبت از رضا شاه صحبت میکنیم دیگه اساسا یه داستان دیگه است. یعنی اگر که نادرشاه به قدرت شمشیر و تلاش‌های خودش و با محبوبیتی که به دست آورد در بین مردم ایران، ملت‌های اون موقع، تونست پادشاه محبوب مردم ایران بشه، رضا شاه اساسا اینطوری نبود. رضا شاه نمیشه به رضا شاه گفت شاه، چون با کلمه شاه آدمی مثل این به اصطلاح رضاخان میرپنج یا رضا قلدر یا رضا پالانی هرچی بگید بی خود اسم خودش رشته شاه، چون ایشون اولا به هیچ وجه محبوب در هیچ کجای ایران نبود. دوما نحوه رو کار اومدنش به این صورت بود که دشمنان ایران، انگلیس ها به طور خاص، اومدند و برای مقابله با جنبش مشروطیت که قدرتمند شده بود و داشت حاکمیت رو بعد از نظام قاجار از دست سلطنت قاجار در می آورد، برای مقابله با جنبش مشروطیت اومد این رو در واقع از مراحل قدرتگیری عبور داد، به طور مشخص در مقابل انقلابیون، آزادی خواهان و میهن پرستان ایرانی ایستاد، بر سینه میهن پرستان ایرانی شلیک کرد، گلوله انگلیسی شلیک کرد بر سینه ستارخان و رضاخان و یارانش و در تمام سرتاسر ایران، در اقصا نقاط ایران، جایی که هر کس مخالفتی میکرد، اشایر بختیاری، اشایر فارس، سرکوب کرد. گزارشات مصور و مدونش هست در تاریخ معاصره. بله. سر اشایر رو میبرید، آهن داغ و سرش رو میداشت رو گردن بریدش رو میداد که برقصن، راه برن در اثر اون تشنجات و بخندن. اینا گزارشاتی که هست. خب این شاه نبوده که، این چه ربطی به نادر شاه داره؟ این یک عنصر اجنبی ساخته، اجنبی پرداخته‌ای بوده در خدمت و مزدور انگلیس ها که با شلیک بر سینه آزادی خواهان ایرانی در سر تا سر ایران به قدرت رسیده. بعد اومده تاج گذاشته سر خودش هم گذاشته، من شاهم. بعد اومده آزادی خواه رو گرفته، کشته. اومده در زندانها رو پر کرده از شاعرها، نویسندگان، دهن فرخی از یزدی رو دوخته، تمام اون چیزی که همه میدونن، من تکرار چه بکنم. بس ببینیم وقتی میگیم شاه و سلطنت باید بگیم چه شاهی، چه سلطنتی. وقتی از کوروش صحبت میکنیم یه داستانیه، وقتی از ناصرالدین شاه یه صحبت میکنیم که استان ایران میفروخت که بره فرانسه خوش بگذرونه، یه داستانه. وقتی از رضاخان میرپنج صحبت میکنیم و محمد رضا پسرش، من زبونم نمیگرده به اینا بگم شاه، خب یه داستان دیگه است. تأثیرشون بر ملت ایران، تأثیرشون بر سرنوشت مردم، بر اقتصاد ایران، بر پیشرفت کشور اینه که آنچه که ما بهش میگیم سلطنت، اگر که تعریف ایرانیش رو بخوایم،
در تاریخ ما سلطنت با قاجار برای همیشه تموم شده. یه تاریخچه‌ای داشته، از کوروش شروع شده تا به ناصرالدین شاه قاجار که سمبل حقارت و شکست و دشمنی با ملت ایران و مردم ایران هست، سمبل در واقع دریوزگی هست در حاکمیتی کشور. تموم شد. ما دیگه بعد از سلطنت قاجار به طور واقع سلطنتی نداریم در ایران، پادشاهی نداریم. اینا که بودن دیگه اینا اجنبی آورده بود و این پاسخ خب دیگه این چرا من بخوام تحلیل کنم؟ تاریخ به ما میگه که مردم ایران بیرون کردن اینا رو. اگر قرار باشه که مردم برای سرنوشت خودشون حاکمیت تعیین کنن، مردم ایران سلطنت قاجار رو به زیر کشیدند. بعدش هم چون اون زمانها هنوز نظامهای جمهوری خیلی مرسوم نبوده، به طور خاص در خاورمیانه اصلا نبوده، اومدن گفتن خب همین سلطنت رو نیشش رو بکشیم بکنیم مشروطه، یعنی شاهش اونجا بشینه، چلو کباب بیارن بهش بدن بخوره، تو قصرش بره شکار بکنه، کاری به کار مملکت نداشته باشه، سربار مردم باشه، یک انگلی که از مردم ارتزاق میکنه، یه گوشه نشسته ولی دخالت تو امور مملکت نمیکنه. این بوده مشروطه، اینو میخواسته دیگه. مشروطه خواها میخواستن حکومت رو، مصدق هم حتی به این راضی بود. مصدق میگفت آقا، به شاه میگفت آقا تو دخالت نکن تو امور مملکت. الان شما ببینید حرف اصلی سلطنت طلبها اینه که تا باشو حرف میزنی، میگه رضا شاه این کارو کرد، اون کارو کرد، دو جاده ساخت، پل ساخت، شاه این کار کرد، بیخود کرد که کرد، غلط کرد. اصلا اینا چی کاره بودن که دست به این کارا بزنن؟ شاه که اینا کارهای دولت هاست و البته رضا شاه ها دیگران هم از این کارا رو نکردن. این کارا همه کارهای کسانی بود که در خدمت به اصطلاح حاکمیت اون موقع، حالا یا به خاطر پول یا بعضیشون حتی آدمای خوبی بودن، اینا اومده بودن خدمت بکنن. اتفاقا رضا شاه یکیشونو گرفت و یا زندان کرد یا کش. همه اونایی که جاده ساختن، پل ساختن، نمیدونم دانشگاه ساختن، فلان شدن، همشون یکی به دست خود همین رضا شاه دستگیر شدن و در زندان ها از بین رفتن، سر به نیست شدن. بله. هست تاریخ معاصره. رضا شاه کارای اینا رو به اسم خودش میذاشت، بعدش هم اینا رو میکشت. هستش دیگه، من که از خودم در نمیارم. بله. در ایران سلطنت پاسخ تاریخی گرفته، مردم بیرونش کردن. هم آخرین پادشاه قاجار رو که فرار کرد رفت، اصلا گفت من ترجیح میدم برم توی نیس، نمیدونم چی بکنم، چپاشی بکنم یا نمیدونم یه همچی چیزی گفت، یادم نیست تاریخا، تا تو ایران بمونم شاه باشم. این جمله خیلی مشهوره از آخرین کسی که وارث پادشاهی قاجار بوده. گفت ترجیح میدم برم در نیس، نمیدونم کفاشی بکنم یه همچی چیزی، کفش باکس بزنم تا اینکه پادشاه ایران باشه. بقیه‌اش هم که مردم بهشون تحمیل شده بود به عنوان شاه، یعنی رضاخان میرپنج و پسرش، مردم با یک انقلاب میلیونی بیرونشون کردن. من شعاراشو هنوز تو گوشم، گاهن که تنها هستم میگم ای شاه خائن آواره گردی. اینا شعارهای مردم بود. کشتی جوانان وطن، اینا شعارهای مردم بود. من نمی‌دونم خاطر تو هست یا نه. این پاسخ مردم به سلطنت در ایران بود. نمیدونم پاسخ شما رو دادم یا ندادم. نه خواهش میکنم. بله البته من داشتم صحبت شما رو گوش میکردم، خیلی جالب بود، خیلی آموزنده بود. من فکر کنم شما یه جایی به جای ستارخان فکر میکنم گفتید رضاخان، منظورتون ستارخان بود فکر میکنم اونجا. من گفتم شاید منظورم اینه که رضاخان با مسلسل 60 تیرش به سینه ستارخان و یاران ستارخان شلیک کرد. دقیقا. ببینید این جمله بود. بله ببینید دقیقاً این صحبتی که شما میکنید، من اینجا دارم فکر میکنم که خب برای نسل جوان ما، افرادی که خب تجربه از دوره سلطنت پهلوی ندارن، از دوره پسرش هم ندارن، ما میدونیم که خب یک سری این کانال‌های تلویزیونی که در واقع کانال‌های استعماری هست که تاریخ رو در واقع تحریف میکنه و یک تصویری به مردم نشون میده، مردمی که از اون در واقع دوره خاطره‌ای ندارن یا افرادی که مقایسه خیلی ساده میکنن. خب ما میدونیم جنایات این رژیم میلیون ها بار بدتر از اونه، ولی خیلی مقایسه ساده میکنن و یه نتیجه گیری خیلی راحت و ساده میکنن. خب اون زمان اینطوری بود، الان به این شکله. خب من اینطوری یعنی پیش خودم فکر میکنم که آیا توی شرایط امروز این سلطنت طلبی که
بین بعضی از در واقع اقشار مردم وجود داره یا به هر حال فکر میکنن میخوان در واقع استکبار نشون بده که استعمار نشون بده که وجود داره میسازنش، آیا این یک پروژه سیاسی واقع بینانه است یا اینکه صرفا یک نوستالژی تاریخیه به خاطر اینکه مردم از دست این آخوندا به سطوح اومدن در واقع و با این کمکی که میگیرن از برای مثال این تلویزیون های معلوم الحال من و تو و اینترنشنال و این چیزا در واقع باعث میشه که اینطور بشه. یه سوال من اینه و اینکه بعد یک پیشنهادی هم که دارم و فکر میکنم شما راجع به رضا شاه صحبت کردین، من فکر میکنم ما یه برنامه‌ای رو باید اختصاص بدیم واقعا فقط به جنایاتی که رضا شاه در ایران کرده که دقیقاً یعنی باید اینو برای مردم روشن بشه، مردم بدونن که رضا شاه اون چیزی نیستش که این تلویزیونای معلوم الحال میخوان به مردم بگن. آدم میتونیم یه برنامه از شما خواهش کنیم که توی برنامه شرکت کنیم و اصلا اختصاص بدیم به اون تاریخی که رضا شاه بود و اینکه اگر این رضا شاهی که اینا دارن صحبتش میکنن محبوبیتی داشت، تا اونجایی که من شنیدم موقعی که انگلیس‌ها بیرونش بردن حتی هیچ کسی نیامد جلوگیری کنه یا در واقع ناراحت باشن از رفتنش. نشون میاد که به هر حال اون بستر اجتماعی اینطوری نبوده که این فرد در واقع محبوبی باشه. حالا من سوال بعدیم اینه که البته اون سوال قبلی ما اگر یادتون مونده باشه که گفتم شرایط امروز ایران سلطنت طلبی پروژه سیاسیه یا صرفاً یک نوستالژیه، اگر شما اینو جواب بدید من خدمتتون سوالات بعدی رو مطرح کنم. من خیلی کوتاه بگم. آنچه که به اسم سلطنت طلبی در سال 1396 به این طرف که زیرخاکی رو از توی ایران در آورد و خود پاسدارا پشت این پروژه بودن تا به امروز مطرح شده در جامعه ایران، چون قبلش اصلا مطرح نبود به این صورت. اساساً یک پروژه ساخت خامنه‌ای و دستگاه اطلاعات سپاه نه وزارت اطلاعات. این دستگاه بارها و بارها افشا شده توسط خود آدمای خود همین خامنه‌ای. یعنی وزارت اطلاعات یکی دو بار سر کارهایی که اطلاعات سپاه کرده اصلا تو روزنامه ها مطلب نوشته که شرم نمی کنید پاسدارا و بسیجیانی میایید تو خیابون بگن رضا شاه روحت شاد. چندین بار اینا درس پیدا کرده. انبوهی فیلم و سند و مدرک هست از این که کسایی که در ایران این شعارا رو مینداختن جلو همه پاسدار بسیجی بودن، مال اطلاعات سپاه. از اون مهمتر خود همین پروژه زیرخاکی در آوردن یه چیزی بود که در واقع پاسخی بود به اون حفره‌ای که اون موقع رژیم رو تهدید میکرد. وقتی شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اجتماعی شد، بلا فاصله پشتش این زیرخاکی رضا شاه رو در آورد برای اینکه اون حفره رو پر کنه. یعنی در جامعه دیگه اصلاح طلبی حنایی نداشت، حناش رنگی نداشت و رژیم بایستی یک فریب دیگه جور میکرد، درست میکرد و این فریب رو درست کرد. و البته این فریب رژیم ساخته بعداً توسط استعمار و عناصری از استثمار هم بهش براش قیمت داده شد، چرا که یک تهدید واقعی وجود داره هم برای رژیم و هم برای استعمار. اونم که یک آلترناتیو واقعی در صحنه سیاسی هست که این آلترناتیو وابسته نیست و استعمار آلترناتیوی که وابسته نیست رو نمیخواد، در نتیجه نمیتونه صحنه رو خالی بذاره برای این آلترناتیو، یعنی شورای ملی مقاومت، که این شورای ملی مقاومت ریشش مال 40 و چند سال پیشه. یعنی سابقه و پیشینش مال موقعی که در واقع رژیم نامشروعیت خودش رو با شلیک روی مردم چیز کرد، اثبات کرد. من یک لحظه از شما عذرخواهی میکنم چون یه نفر بهم تماس میگه این صدامو نبستم، من این رو ببندم که کسی به من زنگ نزنه تا پس. ببینید برمیگردم به صحبت خودم. این پروژه اساسا رژیم ساخته است، استعمار هم بر این پروژه میدمه. چطوری میدمه؟ با هزینه کردن برای رسانه های مثل من و تو یا امروز ایران اینترنشنال، چون بالاخره این بود جای کلان میلیونی چندین میلیونی، این بود جا بی خودی به خاطر مردم، به خاطر عشق به مردم ایران نیستش که من و توی درست میشه. 52 میلیون 56 میلیون به گفته‌ای در سال هزینه میشه براش که بیاد کانال تونل زمان درست کنه که بعد بیاد بگه شاه خوب بود یا رضا شاه فلان بود.
اینا پروژه های استعماریه. این منشأش در این که اساساً همچین پروژه‌ای میتونه در ایران یک راه حل باشه. ببینید سلطنت به اونجوری که امروز سلطنت طلبایی که به اصطلاح توی فضای مجازی هستن، یک تعداد کمی هم هستن. اینو از کجا میشه فهمید؟ وقتی که در صحنه واقعی تظاهرات فراخوان میدن، جمعشون 100 نفر 200 نفر دیگه این دفعه که خیلی پول خرج کردن و تبلیغات کردن 300 تا 400 نفر بودن، یعنی تعداد زیادی نیستن. منتها تو فضای مجازی فعالن و به گفته کارشناسای خود همین سلطنبا 40,000 ارتش سایبری بهشون ملات و سوخت میرسونه توی فضای مجازی. اینها در واقع یک سرابی رو ازش حرف میزنن که در جهان امروز دیگه وجود نداره. ما در جهان امروز دیگه هیچ نظام سلطنتی نداریم. اینا که به این کشورهای سوئد و نروژ و نمیدونم اینجا میگن نظام سلطنتی، اینا خلق و پس میکنن، دروغ میگن. پادشاه در این کشورها هیچ اختیاری نداره، یک شهروند عادیه، بخشی از حاکمیته، یعنی در خدمت دولته. پادشاه بخشی از سیستمیه که به مردم خدمت میکنه. حالا این رو اینا به این ترتیب نگه داشتن، یعنی حتی پادشاهی مشروطه به این معنا که مثلا پادشاه وجود داشته باشه ولی حاکمیتش مشروطه هم باشه نیست. پادشاه انگلیس هیچ اختیاری نداره، فقط ارتزاق میکنه، به خاطر اینکه توی جامعه انگلیس یک بخشی از جامعه به این صورت با سمبولیزه کردن یک قدرت قدیمی احساس میکنن که ملتی هستن که تاریخچه دارن، احساس میکنن که ملتی هستن که تاریخ دارن، میخوان بگن ما ملت قدیمی هستیم، تاریخ کهنی داریم. این پادشاه یادگار اونه. این یه درصد کمی از جامعه در انگلیس یا جای دیگه اینجوری هم. مردم خب به هر حال اینجوری بعضی اینجوری همه جا تو ایران هم هستن، اشکال نداره این باشه، ولی معنیش نیست که پادشاه انگلیس اختیاری داره. و از همه مهمتر این که اساسا در خدمت دولت انگلیسه. پادشاه انگلیس در خدمت بوریس جانسون بود وقتی بوریس جانسون نخست وزیر بود، نه اینکه حاکم بر بوریس جانسون باشه. بعضی جاها یه سری چیزایی رو بایستی به صورت سوری امضا کنن. خب هیچ وقت تا به حال سابقه نداشته که مقام یعنی تصمیماتی رو که ناشی از اراده مردم هست، دولت هست، نمایندگان مجلس هست، مجلس های اعیان و اون یکی مجلس انگلیس هست، یک تصمیم گرفته بشه بعد به پادشاه بگن تو باید امضا کنی، بگه من نمی‌کنم. در 100 سال گذشته حتی یک مورد هم نبوده. اینجوری نیستش. پس ببینین ما چیزی به اسم سلطنت، یعنی آدمی که قدرت و اختیار داشته باشه، در هیچ کجای جهان دیگه نداریم. هیچ کجا. در نروژ هم نداریم، در هیچ کجا. اینا اختیار و قدرت ندارن. آن چیزی رو که بشریت مدرن بهش رسیده اینه که هیچ آدمی نباید دیگه اختیارش بیشتر از چند سال باشه، حتی اگه آدم خوبی باشه. یعنی ما اگه امروز برمیگشتیم به 2500 سال پیش، کوروشی رو پیدا میکردیم، خیلی هم آدم خوبی بود، میوردیمش امروز میگفتیم آقا تو بیا حاکمیت ایران رو بگیر، طبق موازین جدید بشری و بشریت باید بهش 4 سال اختیار میدادیم. یه بارم تمدید میشد 8 سال، تو بعضی جاها 5 ساله، یه بارم یعنی حتی اگه آدم خوبی مثل کوروش هم پیدا کنیم، بشریت مدرن دیگه نمیپذیره که این آدم اختیاراتش بیش از 10 سال باشه. مگه نادرشاه آدم بدی بود؟ خب تو دوران اول حاکم پادشاهیش که خیلی کار خوبی کرد، آخرش آدم میکشت، 6 در میآورد. پس ببینید این مسئله، بشریت مدرن به این نقطه رسیده که یک انسان اولا نباید تامل اختیار باشه، همه اختیارات دستش باشه، مثل همین کاری که ترامپ الان داره میکنه. خب یه شکاف تو سیستم دموکراسی که امروز چون مجلس و کنگره آمریکا هم اکثریتش با ترامپن، خب این 2 سال طول میکشه. این داستان طولانی نیستش که، ولی خب خطرناکه دیگه. میبینید که تامل اختیاره، خودگاه دستش میگیره، میگه کانادا مال منه، اونجا مال منه، غزه رو میدید به من. ولی یه اختیار مگه میتونه دائمی باشه؟ فرض کنید اگر آمریکا سلطنتی بود، ترامپ هم پادشاه بود، و بشریت چیکار میکرد؟ پس ببینید این یک نیاز جامعه بشریه که هیچ آدمی هر چقدر که خوب باشه
نبایستی تامل اختیار باشه و نبایستی دوران حاکمیتش بیش از مثلا 8 یا 10 سال باشه. مرسی. حالا هر چی اسمش بخواد باشه. بله. مرسی از توضیحاتتون. اتفاقا یک سوالی که من الان پیش روم هست اینه که چطوری میتونه تمرکز قدرت در سلطنت مانع توسعه دموکراسی بشه. خب شما توضیح دادیم، ولی فرایندش خب شاید افرادی باشن که بگن خب میتونه یه نفر پادشاه باشه و در واقع دموکرات هم باشه. شما تو توضیحاتتون گفتیم، ولی این فرایندش به چه شکلیه که فکر میکنی تمرکز قدرت در سلطنت مانع دموکراسی میشه؟ چرا این؟ شاید کسی سوال کنی چرا اینطور میشه؟ خیلی ساده است. وقتی کسی پادشاهه و تامل اختیاره، اون چیزی که سلطنت طلبا میگن، خب اینا که یه سری ما دیوانه داریم که میگن خداست هستن، میگن که خدای ما کینگ، به کینگ راضی نیستن، میگن خدای ما پهلویه. خب حالا خدا نه، کینگ. بالاخره در اختیارات که وقتی میگیم تامل اختیار، یکی از اختیارات چیه؟ فرمان دادن به نیروهای نظامیه. یعنی پادشاه یا رئیس جمهور همه جا کسی که قدرت اوله فرمانده کل نیروهای نظامیه، قوای 3 قوه، سه چیز، هوایی، نظامی و دریایی. خب یعنی قدرت دستشه، نیروی انتظامی هم دستشه، مثل خامنه‌ای. خب فرمان میده بهشون. اگر که مردم با حرفاش موافق نباشن، با کارایی که میکنه موافق نباشن، فرمان میده، میگه آقا مردم رو اجازه نده مخالفت خودشون نشون بدن، اگه اومدن تو خیابون سرکوبشون کن. میدونید چه؟ اینجا خیلی فرایندش اینه، قدرت دستشه. برای همین هیچ کس نمیتونه قدرت بیشتر از 4 یا 5 سال، 4 سال، و اگر آدم خوبی باشه دوباره 4 سال دیگه، یعنی اگر بیلان خوبی داشته باشه 2 تا 4 سال یا 2 تا 5 سال. مشکل سر اینه که قدرت دستشه، همه قدرت اقتصادی دستشه. الان ترامپ قدرت اقتصادی دستشه. خب ببینید داره فرمان میده دیگه، مگه کسی میتونه مخالفت کنه؟ عزل و نصب میکنه، آدمایی رو که میخواد میذاره، آدمایی که نمیخواد ور میداره. این اون چیزیه که نمیشه پذیرفت که دست یه نفر باشه. حالا هر چقدر هم که آدم خوب باشه، به صورت نامحدود دست یه نفر باشه، هیچ شرط و شروطی هم نداشته باشه، دست نیافتنی. تازه تو ایران چه میگن؟ آقا خداست. خود شاه میگفت شاه سایه خداست. حالا هم که همونو میگن. و با خدا میشه چیکار کرد مگه؟ میشه با خدا جنگی؟ البته فرایندش اینجوریه. بله البته من یعنی به نظرم الان یک نکته رسید که خب سر مسئله ریاست جمهوری ها مثلا ولی امریکا، ترامپ یا امثال اونا توی یک فرایند دموکراتیک در واقع انتخاب میشن. بنابراین اگرم توی مدت محدودی کاری انجام بدن، همونطور اولا که انتخاب شده مردم هستن، بیشتر از 50% بهشون رأی دادن و همونطور که گفتید نمیشه اصلا مقایسه کرد با در واقع مسئله سلطنت. من سوالات دیگه دارم. هموطنان ما، شنوندگان ما هم چند تا سوال برای ما فرستادن. من فکر میکنم که بد نیست شما هم یکم خستگی بگیرید، آبی بنوشید و ما خستتون کردیم و باز مجدد برمیگردیم خدمتتون. دوستان عزیز ترانه گوش کنید و همونطوری که قبلا اعلام کردم شما میتونید در طی برنامه با شماره تلفن های 031 335 12 51 یا 52 و الان در حال حاضر چون شماره 51 که ما اشغال هست با 031 335 12 52 با ما در تماس باشید و همچنین میتونید با مهمان برنامه خودتون مستقیما سوالاتتون رو مطرح کنید. عشق تو به سر برم بر تو بگویم که نشکنم شکر برم، نشکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان از همه دیده ها نهان تا سوی جان و دیدگان، مشعله نظر برم، مشعله نظر برم.
خسته نباشید آقای حبیبی. ادامه میدیم. در طول این پخش ترانه هموطنی تماس گرفت و سوالی رو مطرح کرد. ایشون میگفت که خب حالا بذارید که این رژیم بره و بعد ما به هر حال خودمون توی فضای آزادی بعد میتونیم تصمیم بگیریم. نظرتون راجع به این صحبت چیه؟ یعنی مثلا فرض کنید این، البته ایشون معتقد بود که یه سری افراد هستن که تمایلات سلطنت طلبی دارن و حالا فرض کنید با کمک حالا هر استعمار یا هر چی منظورش بود که این رژیم ساقط بشه و بعد ما بتونیم آزادانه تصمیم بگیریم که چه کار کنیم. ببینید این حرف تو خودش یک تناقض جدی هست. سلطنت اصلا چیزی نیست که انتخابی باشه. سلطنت تو کلمش تو خودشه، یعنی سلطه میکنه، یعنی این حاکمیت رو به زور میگیره. سلطنت رو هیچ کجای جهان هیچ وقت انتخاب نکردن. سلطنت همیشه با زور شمشیر پیش رفته، یعنی یک کسی اومده شمشیر زده یه جایی رو گرفته، قدرت گرفته، مردم هم باهاش مخالفت نکردن، بعد حالا یا محبوب بوده یا محبوب مونده یا بعد محبوب شده یا بعدش هم محبوبیتش هم از دست داده. پس چیزی نیستش که اولا جایی کسی انتخاب بکنه. دوباره یک فریبه برای بازگذاشتن یک شکاف که در تاریخ ایران بعداً بشه دوباره یک کسی رو آورد سر کار و بالای سر مردم گذاشت. در ایران ما هرگز نظامی که شبیه نظام انگلیس یا نروژ باشه نمیتونیم داشته باشیم. هرگز نمیتونیم داشته باشیم. ببینید، برای اینکه سابقه تاریخیش هست. چرا مصدق سرنگون شد؟ مگر که مصدق خواهان یک نظام سلطنتی مشروطه نبود؟ مگر مصدق کسی نبود که تلاش میکرد که شاه بمونه؟ اصلا یکی از دغدغه‌های مصدق این بود که شاه و دربار بمونند. مشروطه خواهای قبلی هم همینطور بودن، ولی دو دلیل، یعنی دو عامل باعث میشه که سلطنت در ایران بلافاصله تبدیل میشه به دیکتاتوری. اول و عامل اصلی استعماره، یعنی منابع چی میگن، قدرت‌های خارجی که نمیتونن هرگز بپذیرن که کشوری مثل ایران در یک نظام دموکراتیک با یک نظام دموکراتیک اداره بشه. چون اگر در ایران یک نظام، ببینید اگر شاخص این چیزی که همین دوستی که سوال کرد که مثلا فرض کنیم انتخاب کنیم که شاه بیاد، منظورش این نیستش که یه شاهی مثل ناصرالدین شاه بیاد، که یا منظورش که یه شاهی بیاد مثلا کی بگم، حالا نمیخوام اون شاید مثلا طرفدار رضا شاه باشه، خلاصه یه کسی بیاد که پدر مردم رو در بیاره. منظورش که یه شاه خوبی بیاد و چیزم باشه، شبیه انگلیس باشه، یعنی نخست وزیرم باشه و اعمال حاکمیت نکنه، یعنی علیه منافع مردم ایران کاری نکنه. خب هم چیزی در ایران ممکن نیست، برای اینکه دولت‌های خارجی هرگز اجازه نمیدن که یک نظام دموکراتیک در ایران بیاد سر کار، نمیخوان اجازه بدن. اگر یک نظام دموکراتیک بیاد منافع اونا رو جلوشو میگیره، دیگه شیر گاز و نفت بسته میشه. کشوری در جایگاه ژئوپلیتیکی ایران، یعنی جایی که کره خاکی هست، یه نقطه توش هست که خیلی مهمه. چند نقطه مهم در کره زمین هست خیلی مهمه. یکیش مثلا کانال سوئز تو مصر، یکیش تنگه باب المندبه، یکیش هم همین خلیج فارس تنگه هرمزه. اینا نقاط مهمی هستند در کره خاکی. مثلا بندر مارسی که تو فرانسه هم هست اینقدر مهم نیست، یا بندر دانکرک یا بقیه یعنی اگه بسته بشه تاثیر خیلی جدی رو بقیه جهان نداره. یه جای تو فرانسه مردم آسیب میبینن در اقتصادی، ولی اگر تنگه هرمز بسته بشه نون آب همه آدما در همه جای کره خاکی گرون میشه، تاثیر میذاره روش. امروز اگر کانال سوئز یه کشتی توش غرق بشه که شد همین 5-6 سال پیش، تاثیر جدی میذاره روی این که ما تو فروشگاه ها دیگه نتونیم جنسایی که میخوای رو پیدا کنیم. این فرقش. ایران از تنگه از کانال سوئز هم مهمتره، از باب المندب هم مهمتره. ببینید الان آمریکایی‌ها خودشون رفتن حوثی‌ها رو سرکوب میکنن، چون دارن باب المندب رو تهدید میکنن دیگه، نمیذارن کشتی‌ها رد شن.
آمریکا اصلا کاری به این نداره که دنیا چی کار میکنه، خودش بلند شده رفته اینا رو سرکوب میکنه، در حالی که مسئله جهانیه، همه کشور رو تهدید میکنه. پس ببینی آمریکایی‌ها بقیه نمیذارند، نخواستن که یک دولتی در ایران سر کار باشه که حرف مردم ایران رو گوش بده. اگر در ایران یک نظامی سلطنتی باشه هرگز همچین اتفاقی نمیفته. یعنی دولتی که سر کار خواهد بود مثل دولت مصدق، تا میخواد حرف مردم رو گوش بده یک کسی پیدا میشه به اسم دربار، به اسم اشرف پهلوی، به اسم شاه، میاد میزنه کودتا میکنه، سرنگونش میکنه. این گذشته یک ساده ماست، خیلی وقتی ازش گذشته. نمیذارن. برای همین نظام سلطنتی در ایران در خدمت اجنبی خواهد بود، هر کی که میخواد باشه، هر چقدر شاهش خوب باشه، خوش لباس باشه، خوب بخنده، خوب حرف بزنه، نمیذارن. هیچ کسی در ایران تنها ضامن این که حاکمیت مردم بر کشور حاکم باشه اینه که هیچ کس اختیار بیش از 4 سال نداشته باشه، که اگر یه کاری کرد که مردم نمیخواستن بیرونش کنن، یکی دیگر رو بیارن. این نظام بهش میگن جمهوری. بله آقای حبیبی، مرسی از توضیحاتتون. حالا من برای خودم این سوال پیش اومد که خب ما ببینیم بسیاری از این کشورهایی که در خاورمیانه هست اینا جمهوری هستن، ولی اونا به استبداد در واقع انجام میده. کاملا. خب ما اینجا شما با توجه به برای همین میگیم جمهوری دموکراتیک. بله منظورم برای همین میگیم جمهوری دموکراتیک. بله منظورم ببینید طبیعتا هر جمهوری که میاد که نمیگه من غیر دموکراتیکم، طبیعتا میگن ما دموکراتیکیم، ولی چرا برای مثال در خاورمیانه جمهوریایی که بود یا هست اونا غیر دموکراتیکن و چه تضمینی وجود داره که این اتفاق برای ایران نیفته؟ یعنی ما فرض کنید که بتونیم موفق بشیم که حتما این خواهد شد، به هر حال ما بتونیم یک جمهوری دموکراتیکی اونجا برقرار کنیم، چه تضمینی وجود داره که جمهوری که ما برقرار میکنیم، مردم ما برقرار میکنن در ایران، منجر به یک استبداد و دیکتاتوری نشه مثل بقیه بسیار از کشورهایی که تو خاورمیانه الان هستن؟ سوال بسیار خوبیه. ببینی منظور ما چه اسم نیستش که بگیم جمهوری یا سلطنتی، منظور ما ساختاره. ما میگیم ساختار دموکراتیک میخوایم و ساختار دموکراتیک فقط در قالب یک جمهوری ممکنه در ایران. ببینی در انگلیس میشه یک ساختار دموکراتیک داشته باشیم که یه شاه هم توش باشه، میشه، امکانش هست. در ایران همچین امکانی وجود نداره. براتون توضیح دادم چرا. چون تو انگلیس کسی نیستش که بخواد بیاد ساختار دموکراتیک رو ساقط کنه توسط شاه. این کار رو نمی کنه. یعنی ساختار دموکراتیک نهادینه شده، ریشه داره. شاه تهدیدی برای ساختار دموکراتیک نیست. برای همین نظام پادشاهی در نروژ، در انگلستان، در سوئد، در جاهای دیگه تهدیدی برای دموکراسی نیست. ساختار دموکراسی تهدید نمیکنه. در ایران ما ساختار دموکراتیک میخوایم. اگر ساختار دموکراتیک میخوایم نمیتونیم در قالب یک پادشاهی ساختار دموکراتیک یه چیز شبیه انگلیس داشته باشیم، چون اونجا پادشاه ساختار دموکراتیک رو تهدید میکنه، کاری که شاه با مصدق کرد. چون هنوز نهادینه نشده دموکراسی، هیچ ریشه و سائقه که برگرده نداره، هیچی نداره، مثلا دموکراسی وجود نداره. در نتیجه هر ساختاری که بیاد روی کار باید از ابتدا هیچ تهدیدی برای دموکراسی درش نباشه. همین پادشاه در نروژ، سوئد، فنلاند، همه جا، فنلاند که نیستش، سوئد و نروژ و انگلیس، همین پادشاه ها اگر تهدیدی باشند، اگر به هر دلیلی تعداد کسانی که میخوانشون زیاد باشن، تو فلان باشه، تهدیدی برای دموکراسی باشن، حتما که مردم جلوشون میستن، حتما که مردم کنارشون میزنن. و صحبت سر ساختاره. در این کشوری که شما گفتید در خاورمیانه، جمهوری نام مثل همین پادشاهی قلابی چیزه. هیچ کدوم اینا جمهوری نیستن، ساختار دموکراتیک ندارن. اسم جمهوری دزدیدن، مثل خود رژیم. اصلا رژیم میاد حتی انتخابات میذاره. ببین رژیم
کلا کل ساختار رو کپی کرده. 4 سال یه بار رئیس جمهور عوض میکنه، رأی میکنه، حتی ساختار رو هم میشه به صورت تقلبی ازش بهره برداری کرد در راستای یک دیکتاتوری. اومده چیکار کرده؟ بالا سر ساختار دموکراتیک کپی کرده ساختار دموکراتیک رو، ولی مشروطش کرده به ولی فقیه. پس هدف ما یه اسم نیستش که اگه یه اسم بود میگفتیم خب خامنه ای هم ساختار دموکراتیک داره دیگه، الان جمهوری دموکراتیک هم از 4 سال یه بار هم. نه، ما نهادی رو ما میخوایم نهادینه کنیم دموکراسی رو، و ساختاری میخوایم که ما اجازه بده که دموکراسی رو نهادینه کنیم، نه یه فرم باشه. ببینید آقای حبیب، خیلی از الان همطوری که خودتون اشاره کردین هستن کشورهایی تو خاورمیانه، عراق هست، یمن هست، یا سودان تو حاشیه خاورمیانه هستش که اینا اسم نظامشون هست جمهوری، ولی خب رسما غیر دموکراتیکن. خب ایران هم که گل سرسبدشونه. حالا فرض کنید من ایرانی از شما سوال میکنم، مخالفم با جمهوری اسلامی، مخالفم با سلطنت و خیلی مایل هستم که یک حکومت دموکراتیک تو ایران داشته باشم، با توجه به در واقع اون گذشته غیر دموکراتیک و دیکتاتوری که ما ایرانی‌ها داشتیم از سالیان سال. در واقع به قول معروف هیچ اعتمادی نمی کنیم و خیلی راحتی که سوال من ایرانی و افرادی شبیه من یا هر ایرانی میتونیم باشه که سوال کنیم خب ما از کجا بدونیم چه تضمینی وجود داره که ما در ایران فردای جمهوری دموکراتیک که داریم در واقع دوچار همچین بلا، در واقع همین بلا سرش نیاد. چون که خب ما این تاریخو داریم که شاه ساواک داشت، اینا که وزارت اطلاعات و همه چی دارن و کشوری داریم مثلا سوریه هست، نمیدونم روسیه هست، خیلی کشورها، و ما متاسفانه چون یک سابقه دموکراتیک، حکومت دموکراتیک نداشتیم، برای ما باورش خیلی سخته. چه تضمینی ما به عنوان ایرانی، چه تضمینی میتونیم داشته باشیم؟ به چه شکلی ما باید به عنوان ایرانی رأی خودمون رو کجا بذاریم که بدونیم که دوباره دچار همچین مصیبت و بلایی کشور ما نمیشه؟ کاملا درسته. واقعا از کجا بدونیم؟ از کجا باید فهمید؟ من این حق میدم به همه کسانی که این سوال از خودشون میکنن، به خصوص که مارگزیده از ایسمان و سوی. اتفاقا این اون مسئله‌ایه که من و شما ایرانی باید حل کنیم. از کجا بفهمیم؟ خیلی ساده است. ببینید ما یه پروژه پیش رومون داریم به اسم ایران آزاد فردا، یعنی یه پروژه است، جایی نیست همچی چیزی در دنیای خارج. ایران آزاد و دموکراتیک فردا نه در گذشته بوده نه در الان هست، فردا میخوایم بسازیمش. تصور کنید یکی میخواد بره یه مغازه رستورانی بزنه، میخواد یه پروژه است دیگه. خب وقتی میخواد این پروژه‌شو بزنه باید یه بررسی بکنه، یه تحقیقی بکنه، بره ببینه اینجا که این مغازه‌شو میخواد بزنه آدم رد میشه، چی میشه فروخ، چلو کباب میشه فروخ یا نه مثلا اسپاگتی یا پیتزا، بررسی بکنه، بعد ببینه اینجا مثلا مساحتش کافیه، ظرفیت داره. ایران آزاد فردا یه پروژه است، باید ببینیم اینایی که میخوان این پروژه، همه میگن ما ایران آزاد دموکراتیک فردا رو میخوایم بسازیم. در صحنه سیاسی ایران هم یه سری نیرو فعالن، یه سری آدم فعالن. کاری به این ندارم که چی کار میکنن یا نمیکنن، خوب و بدشون رو نمیگم، به هر حال یه سری آدم مدعیان. یکی میگه من مسیح علی نژادم، خیلی زنا برام مهمن. یکی میگه من رضا شاه کینگ هستم، اصلا من چیزم، شاخص ایران منم، اصلا ایران یعنی من، یعنی کینگ رضا پهلوی. یکی میاد میگه مثلا نمیدونم من خیلی آدم سختگیری هستم، نمیخوام به کسی خم ابرو بشه، من اصلاحات رو دوست دارم، اصلاح طلبم، خشونت پرهیزم. خب اینا هستن دیگه، من اسمش که نیارم که. من ایرانی باید برم تک تک این آدما رو ببرم زیر ذره بین، زندگیشو از نزدیک نگاه کنم، ببینم اینا چیکار دارن میکنن، تو 40 سال گذشته چیکار کردن، بیلان کارشون چیه، ثروتشون از چقدر به چقدر رسیده، چقدر دست کردن تو جیبشون از ثروت‌های شخصیشون، خرج این پروژه کردن، خرج پروژه ایران آزاد فردا کردن، چقدر دست تو جیبشون کردن، وقت گذاشتن برای پروژه ایران، چند تا تظاهرات شرکت کردن یا سازماندهی کردن. بعد تو تظاهرات که میان برخوردشون با بقیه چطوریه؟
تو سر کله بقیه میزنن، چماق میزنن، یا نه میرن میسن بغل بقیه سلام میکنن، شعار دوستانه میدن. من مدافع طبقه کارگرم، مارکسیستم، مائویستم، حزب کمونیست فلانم. باشه، خب تو 40 سال گذشته آقا من ایرانی باید بگم آقا تو چه کردی؟ بیلانت کو؟ کجای کارایی که تو کردی یا حرفایی که زدی جیغ خامنه ای رو در آورد؟ چند تا آدم با حرفای تو، با تکیه به این تو چی میگی، رفتن واسطدن تو خیابون، دستگیر شدن، شکنجه شدن، کشته شدن، یا زیر تناب گردن دار زیر گردنشونه. الان بیلانت کو؟ این وظیفه من ایرانیه. از غیب کسی نمیاد به من یه دموکراسی برای ایران ها. هیچ کس یه رستوران خوب، یه پیتزا فروشی خوب 2 سال دیگر رو نمیاد به من تحویل بده. هیچ کس. اگه کسی داشته باشه نگه میداره، سرقفلی میگیره ازم. کسی که ایران آزاد به من نمیده که. ما میخوایم بسازیمش. برای اینکه باید بسازیم باید بریم ببینیم خب اینا کیان که این حرفا رو میزنن. اگه یه ذره تحقیق کنیم میبینیم که کی کجا دست تو جیبش کرده، برای مردم ایران خرج کرده، مایه گذاشته، کی هم اومده اسمش مردم ایران، بچه های مردم ایران، شهدای مردم ایران، کشته های مردم ایران رو کاغذ نوشته رفته ورده فان گرفته. اینا که سخت نیست فهمیدنش که. اینه راهش، راه دیگه ای نداره. متوجهم توضیحاتتون. تضمین دیگه ای وجود نداره، راهش همینه. بسیار عالی. حالا من در واقع شاید راجع به این صحبت زیاد کردیم، ولی اگر بخوایم باز به طور خاص به شکل شاید یک جمع‌بندی باشه، به طور خاص اینو راجع بهش صحبت کنیم، این تجربه تاریخی ایران از سلطنت چه درسایی رو برای آینده ما داره؟ درس خیلی ساده. اگر کسی مخالف سلطنت بوده در آخرین پادشاه ایران یعنی شاه ایران، اومده تو تلویزیون گفته هر کی مخالف منه پاسشو بگیره بره. خودش گفته، این درسش. بعد یه سری آدم بودن اون چالا بعدش اومده تو تلویزیون نشستن گفتن آره میگرفتیم، شلاق میزدیم، کتک میزدیم، هر چی مخالف بود. یعنی کسی اجازه نداشت مخالف شخص شخیص شاه باشه. هر کاری میتونستن بکنن. آره میتونستن مایو بپوشن. اینا درساشه. درساش اینه که همه کشورهایی که تو اون موقع شبه جزیره عربستان سعودی، تو اون موقع تو همون دوران چند تا چادر و چپر بود، همزمان با ایران شروع کردن به نفت فروختن. وقتی که شاه سقوط کرد، شبه جزیره عربستان سعودی یکی از بزرگترین سرمایه گذارهای جهان بود. خدا میدونه میلیاردها چقدر پول توی، به هر حال به اسم اونا بود. همون موقع هم در ناز و نعمت زندگی میکردن. مردم ایران اکثر روستاهاشون آب و برق نداشتن. یه جاهایی از ایران رو بهشون رسیده بود جاده درست کرده که بشه ماشینایی که از خارج میان و مونتاژ میکنن بفروشن. اینا درساست. حالا من اینا اصلا بچه منفیشو من خیلی اینا نمیدم. اصلا من میگم آباد کرده بود، از تمام خیابونای ایران طلا گرفته بود، همه جا گلبارو بود. همه اینا فرض کنیم. آقا جان میترسیدیم ما صبح تا شب از شاه، از ساواک میترسیدیم، نفس نمیتونستیم بکشیم، میترسیدیم حرف بزنیم بیان دستگیرمون کنن. آزادی نداشتیم. آقا زندگی زهر بود. حالا اصلا همه در دیواره ایران طلا گرفته بودن. اصلا اینقدر تمدن بزرگ شده بود که از آمریکا بزرگتر بود تمدن. باشه آقا جان آزاد نبودیم، میترسیدیم، با ترس زندگی میکردیم، میترسیدیم ببرن تو دهنمون ادرار کنن، رو تخت بخوابونن، زیرمون داغ کنن. همین کاری که کردن. اینا درساشونه. خیلی کهنه نیست که الان هستش اینجا. من تو پاریس هم یک زن سال خورده 80 چند ساله عزیز رضاییات کف پاشو خودم رفتم دیدم، جای شلاق کف پاشه. یه مادری که اصلا سیاسی هم به اون صورت نمیفهمیم، مادر معمولی بوده، بچه هاش سیاسی بودن. خب به مادر چی کار داشت؟ بچه‌شو کشتیش، شلاق زدی، داغ کردی. یه مادر چرا شلاق زدی کف پاش؟ اینه درسش اینا بوده. شلاق، شکنجه، ساواک، ترس و وحشت و البته فقر عمومی و البته از بین بردن سرمایه‌ها و ثروت‌های عمومی مردم ایران با
لاکچری بازی، مثل الان هم هستن لاکچری هایی که جشنای 2500 سال، لاکچری بازی بیریشه، مسخره. تو ایران در اوج گرسنگی و فقر بری نمیدونم گل از هلند بیاری، فعلا کارهای احمقانه که بیش از هر چیز احمقانه است، نشان از عقده و کمبود کسایی بوده که پول و اختیارات و قدرت مردم ایران دستشون بود. خیلی ممنون آقای حبیبی از توضیحات جامع و بسیار عالی که دادید، بسیار آموزنده بود، بسیار خوب بود. من می‌خواستم از شما خواهش کنم برای دوستانی که یک کمی دیرتر به ما شاید ملحق شدن، شما یک جمع‌بندی کوتاهی از صحبتاتون در حد 2-3 جمله لطف کنید بگید برای شنوندگانی که تازه وصل شدن که تا برنامه‌های بعدین باز ما در خدمتتون باشیم. متشکرم. بله حتما. ببینید، ما فرم برامون مهم نیست. اگر که در ایران مقدور بود که ما یه شاهی مثل پادشاه الان انگلیس داشته باشیم که به کار مردم دخالت نکنه و به دولت کاری نداشته باشه، همچین تصوری اصلا حرفش هم آدم تو دهنش نمیاد، هم چیزی واقعی نیست و نخواهد بود و نمیتونست باشه و در ایران ما یه همچین چیزی هیچ وقت نشد باشه. مصدق این رو میخواست که نتونست. پس در ایران چیزی به اسم سلطنت فقط و فقط یک فریبه برای اینکه نذارن یک ساختار دموکراتیک بیاد سر کار. این یک. 2، ساختار دموکراتیک برای ما جمهوری از نوع آخوندها یا جمهوری‌های این ور اونوری خاورمیانه‌ای اینا نیستش. ساختار دموکراتیک برای ما یعنی ساختاری که خلاصه میشه در یک دولت لایک و یک دولتی که اجازه میده که اختیارات در دست یک نفر جمع نشه مگر در حد 4 سال یا 5 سال. یک دولتی که مذهب رو کنار میزنه، نمیذاره توی شؤونات مملکت دخالت کنه، نه اینکه ضد مذهب باشه، نه، قوانینش ناشی از مردم باشه. آنچه که ما از ایران آینده میفهمیم یک ساختار دموکراتیکه و در ایران برای اینکه تضمین داشته باشه، چون هیچ بستر دموکراسی وجود نداشته تا به امروز، برای اینکه تضمین داشته باشه این ساختار فقط میتونه یک جمهوری باشه. هر نوع حرف زدنی از سلطنت فریب این رژیم و استعمار هست برای اینکه ما به اون ساختار دموکراتیک نرسیم. این که حالا بریم بعداً رأی میدیم و انتخاب میکنیم همون فریب است، برای اینکه امروز این ساختار دموکراتیک وجود داره به صورت یک آلترناتیو 40 و چند ساله با سابقه 40 ساله، بیش از 40 سال فعالیت دموکراتیک. میخوان راه این آلترناتیو رو ببندن، میخوان نذارن مردم به این آلترناتیو رو بیارن، چون این آلترناتیو میتونه سرنگون کنه تا به فردا برسیم. مسئله پیش کشیدن مسئله سلطنت برای از دور خارج کردن مسئله سرنگونیه، نه برای آینده و فردا. یه فریب این، برای اینکه این آلترناتیو موجودی رو که میتونه سرنگون کنه رو اینو خاک بزنن توش، بپاشن چشم مردم، نبینن مردم این آلترناتیو. کل حرف اینه اگه بخوام جمع بندی کنم. خیلی خیلی ممنون آقای حبیبی، خیلی زحمت کشیدید، خیلی بحثتون جالب بود. سوالات ما زیاده، امیدواریم که در برنامه‌های دیگه بتونیم از وجود شما استفاده کنیم، تشریف بیارید و ما سوالات زیادی داریم با شما مطرح کنیم. من باز هم تشکر میکنم از شما و از حوصله دوستانی که در صحبت ها بودن. خواهش میکنم. برای شما روز خیلی خوبی آرزو میکنیم تا نوبت بعدی که در خدمتتون باشیم. تشکر میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. وقتتون بخیر. شنوندگان عزیز، توجه شما رو به شنیدن ترانه‌ای جلب میکنیم. مرا
میروم به سوی سرنوشت. بهار من گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوی سرنوشت. دوستان عزیز، کم کم به دقایق پایانی برنامه زنده رادیو تولو رسیدیم. البته خاطر نشان میکنم بعد از این برنامه زنده، برنامه ضبط شده طبق معمول تا ساعت 8 شب پخش خواهد شد. تکرار این برنامه رو شما روزهای سه شنبه از ساعت 4 بعد از ظهر تا 5:30 روی موج FN با فرکانس 102.6 میتونید گوش کنید. یعنی روزهایی که برنامه زنده هست روی FM با فرکانس 106.3 و روزهای تکرار روزهای سه شنبه 102.6 در واقع داشته باشید. متشکرم از همراهی و توجه شما. من به همراه همکارانم در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم و براتون هفته خیلی خوبی آرزو میکنیم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار. نگه کن ای گل من، سرشک هم به دامن برای من میفکن. پیش تو میمانم تا لب بگذاری بر لب من. دختر زیبا آن برق راه تو، عشق بیگناه تو روشن سازد که شب من. مرا بگو